سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد تمرین پلته در راگ بهروی می باشه. البته این ویدیو قسمت دوم تمرین پلته در راگ بهروی است که ما در قسمت اول به بسیار وسیع تشریح کردیم که پلته یعنی چی و چرا ما باید پلته را تمرین کنیم. یکی از موضوعات بسیار اساسی تمرین پلته ای است که ما نوت ها را یاد میگیریم که در جایشان بخوانیم. یعنی ما یاد میگیریم که به سر بخوانیم. همین فرکانسی صدایی که برای هر نوت مشخص شده ما او را تمرین میکنیم و کوشش میکنیم که یاد بگیریم که در جایش بخوانیم. که سر یکی از اساسی ترین پایه موسیقی است. در یک آهنگ اگر احساس باشه، شعرش بسیار زیبا باشه، تمام انسترومنت هایی که در او استفاده شده بسیار عالی فوق العاده باشه، اما ما به سر بخوانیم، اصلا هیچ کس توان شنیدن آهنگ نداره و یعنی لذت نمیبره و بسیار زیاد اذیت کننده است. دوستای عزیز، از او خاطر است که تمرین پلته یکی از روش های بسیار مهم و اساسی است، به خاطر از اینکه ما یاد بگیریم که به سر بخوانیم. دوستای عزیز، من دوستا را میشناسم که وقتی که تمرین پلته میکنن اینا فکر میکنن که وقتی که ما نوت ها را میگیم یعنی امو دیزاینی که شده. اصلا پلته چی است؟ همونطوری که در ویدیو اول ما تشریح کردیم، پلته دیزاین نوت های موسیقی است. یعنی نوت های موسیقی را قسمی در پالوی یکدیگر قرار میدن، دیزاین میکنن که یک ملودی زیبا تشکیل شه و در عین زمان در اون نظم وجود داشته باشه. ای که چطور نظم وجود داشته باشه ما ایده در ویدیوی قسمت اول تمرین پلته تشریح کردیم که لینکش در بالا میبانم و شما ایره ببینید که مقصدم از نظم در پلته چی است. و قسمی است که ما نوت ها را بالوی یکدیگر قرار میدیم که به شکل زیبا از یک ملودی تشکیل شود و در نظم وجود داشته باشه و ما ایره تمرین میکنیم. و مقصد ما این است که ما وقتی که نامای نوت ها را میگیریم، یعنی امو دیزاینی که تشکیل شده، ما نوتش نام نوت بگوییم، دیگه تمرینات ما درست است. نه دوستای عزیز، ما میتونیم به عوض نام نوت ها ما میتونیم مثلا به عوض س بگوییم یک، به عوض ری بگوییم دو، به عوض گ بگوییم سه. یعنی ما میتونیم که یک نام دیگه، نام نوت مهم نیست، مهمی است که ما فرکانسی صدایی که برشان تعیین شده او را دقیق تمرین بکنیم. ما وقتی که تمرین پلته میکنیم در بین تا وقتی که ما بسیار یعنی بالای خود اعتبار نداریم، یعنی زیادتر بالای خود حاکم نیستیم که آیا ما نوت ها را در جایش میگیم و یا نمیگیم، حتما از آرمونیا کمک بگیریم تا که ما بعضی وقتا خود چک کنیم که ببینیم ما نوت ها را در فرکانسی صدای تعیین شده تمرین میکنیم و یا نمیکنیم. یعنی مقصد ما در تمرین نوت ها به شکل پلته در هر اسکیلی که باشه، مقصد ما تمرین فرکانسی صدای نوت ها است که برشان تعیین شده. دوستای عزیز، در قسمت اول تمرین پلته ما یاد گرفته بودیم که یعنی ما تمرین کرده بودیم فقط در میدل اکتیف، ما در اینجا تمرین کردیم. اما امروز این ویدیوی ما امتداد یا به ادامه امو ویدیوی اول ما هست. لطفا اگر شما ویدیوی اول ندیدین حتما ویدیو را اول ببینین، باز بعد از ایره کوشش کنین که شروع کنین. و ما تمرین صدا گفتیم که پلته، تمرین پلته یکی از تمرینات مهم و اساسی است که یعنی اینطور نمیشه که یک دفعه دو دفعه ما تمرین کنیم دیگه بگویم اوکی دیگه ما یاد گرفتیم. برای تمرینات برای که آدم نوت ها را در جایش بخونه، فرکانسی صدا را در جایش تمرین کنه، ماها چی که حتی سالها کار است. حتی استادای موسیقی تا آخر عمر تمرین میکنن، یعنی حتی به اندازه که اونا استادم شدن اما بازم اینا تمرین میکنن. یعنی این تمرینی که ما میکنیم و او قسمت اولی که کردیم برای ماها، برای سالها کار از دوستای عزیز که ما باید تمرین کنیم، ما باید حوصله داشته باشیم. البته پلته یعنی
انواع مختلف داره، یعنی نوعی است آسان ترش است، کمی پیچیده ترش و زیادتر پیچیده ترش است که ما آهسته آهسته اینا رو تمرین میکنیم. قسمت اول تمرین ساده بود که امروز کمی پیچیده تر است و در آینده ها زیادتر تمرین های دیگر می داشته باشیم. و دوستای عزیز، ما هنوز پلتر در ریتم تمرین نمی کنیم، چون که ما برای کسی که شروع میکنه مشکل است که سر و ریتم همزمان بتونه که در کنترل خود داشته باشه. بسیار مهم است که ما اول سرها را یاد بگیریم، شکل و دیزاین امو پلتر را یاد بگیریم، حفظشان بکنیم. بعد از اینکه ما این کارا را کردیم، مطمئن شدیم که نوت‌ها را ما تقریباً به جایش، یعنی مکمل ما در جایش بسیار مشکل است که به آسانی یاد بگیریم، تقریبی ما فهمیدیم که در جایش است. بعد از او همراه ریتم اینا را ما تمرین میکنیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم و به امتداد امو قسمت اول تمرین پلته در آگه بیروی ما آل قسمت دومش شروع میکنیم. خب بازم امی سکیل ما از 300. اول همیشه گفتم به خاطر از اینکه ما پلتر در یک سکیل و یا راگ تمرین کنیم، ما باید اول سکیل به مغز خود ثبت بکنیم. من اینجا یک دفعه اسکیل کار میکنم، اما شما زیادتر کار کنید. من به خاطر زیاد کار نمیکنم که ویدیوی ما طولانی میشه، تا که سکیل مکمل در مغز ثبت شود که باز ما پلتر درست بتونیم تمرین کنیم. در غیر از ما به بسیار آسانی میتونیم که غلط کنیم. سر همیشه بسیار خوب و دقیق باید تمرین کنیم که تا مغز ما خوب به شکل بسیار درستش ایره بتونه ثبت کنه. چطور ثبت میکنیم؟ دوستای عزیز، شما میتونین که پلتر امرای تمپوره رو پلی کنین و امرای تمپوره، مثلا تمپوره رو بانین دستی، میتونین که شما دستی تمپوره رو بانین و تمرین کنیم، و یا میتونین که عین کار اینجا بکنین. شما اینجا انگشتتون میگیرین، این فرق نداره با تمپوره، و تمرین میکنیم. و چون به خاطر از اینکه ما میخوایم که در روی هارمونیا نشان بدیم و این خوبتر از برای از اینکه یک کسی بتونه یاد بگیره، اگر ما اینجا آلی از روی تمپوره باشه شاید بر شما مشکل باشه و وقتی که من چک کنم نوت ها را باز برای شما مشکل شوه و کانفیوز شوین. ما ایره نمیخوایم که شما کانفیوز شوین. از اون خاطر با عوض تمپوره ما ایره میگیریم و این فرق نداره با تمپوره. این با بعضی وقتا بعضی جایها چک میکنیم که نوت ها در مو فریکونسی صدایی که بر ما هارمونیا میده و هارمونی ما بسار است در مو ما ایره تمرین داریم یا نداریم، یعنی خود چک میکنیم. دوستای عزیز، همونطور که میفهمین دیزاین پلته باید از حفظ شوه، نباید که از روی کاغذ ای گفته شوه. ساری سگا ساری گما ساری گما گری سا ری گری ما ری گما پا ری گما پا ما گری گما گپا گما پا دا گما پا دا ma pa ma da ma pa da ni da pa ma pa da pa ni pa
Dani da sa, dani sa re, dani sa re, sa ni da, ni sa ni re, ni sa re ga, ni sa re ga re sa ni, sa re sa ga. Da pa da ma, da pa ma ga, da pa ma ga, ma pa da, pa ma pa ga, pa ma ga re, pa ma ga re, ga ma pa, ma ga ma re, ma ga re sa, ma ga re sa, re ga ma, ga re ga sa, ga re sa ni, ga re sa ni, sa re ga, re sa re ni, re sa ni da, re sa ni da, ni sa re, sa ni sa da, sa ni da pa, sa ni da pa, da ni sa, sa re sa ga, sa re ga ma, sa re ga ma ga re sa, re ga re ma, re ga ma pa, re ga ma pa, ma ga re, ga ma ga pa, ga ma pa da, ga ma pa da, pa ma ga, ma pa ma da, ma pa da ni, ma pa da ni da pa ma, pa da pa ni, pa da ni sa, pa da ni sa ni da pa, da ni da sa, da ni sa re, da ni sa re, sa ni da, ni sa ni re, ni sa re ga, ni sa re ga re sa ni, sa re sa ga, sa re ga ma, sa re ga ma ga re sa, sa ni sa da, sa ni da pa, sa ni da pa, da ni sa, ni da ni pa, ni da pa ma, ni da pa ma, pa da ni, da pa da ma, da pa ma ga, da pa ma ga, ma pa da, pa ma pa ga, pa ma ga re, pa ma ga re, ga ma pa, ma ga ma re, ma ga re sa, ma ga re sa, re ga ma, ga re ga sa, ga re sa ni, ga re sa ni, sa re ga, re sa re ni, re sa ni da, re sa ni da, ni sa re, sa ni sa da, sa ni da pa, sa ni da pa,
عزیز، ای بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که یک ویدیو مفید بوده باشه. لایک، سابسکرایب و کامنت لطفا فراموشتان نشه دوستای عزیز. بسیار خوشحال بودم که شما نازنینا را همراه خود داشتم. تا ویدیوی بعدی شما همه را به خدا مسپارم. بدرود دوستای عزیز.